چی شده صادق؟ سلام عزیزم. سلام. خوش اومدی به ویدیو امشب من. خب من خوش اومدی عزیزم. بچه‌ها امروز مهمون ویژه داریم، مستر رامین و عشق من صادق. I love you صادق جون. داداش دیگه گی بازی رو بذار کنار. بچه‌ها اومدیم 8100 یوسی سر 6 7 تا گردونه بزنیم. کلا همه آیتما رو می‌خوایم. ولی اومدی به گا بدی. بچه‌ها قبلش یه دنس بزنی بهش قارش، یکم شیکی بره واسه بریم واسه آرش رویه بگیره. عجب. خب در اسم کدوم بچه‌ها بزن به اسم خودت. اسم خودم بزنم. شانس من همیشه گاد بوده. بزن به اسم خودت فقط. امیدوارم سریع بدتش بریم سراغ چیزا. بقیه کریتا سر زردش کدومه که میخواد؟ کله زرده موزرده رو میخواد صادق. موزرده. خب لیتس گو. به اسم خودمون اولو میزنم ببینم چی در میاره. اولی که این چرت و پرته، دوباره چرت و پرته. من و صادق داریم خودزنی میکنیم. چی کار میکنیم اون ور نمیبینمتون. چرت و پرت داد. دارم خودم میزنم غلط داد. داداش چی میزنی که چرت و پرت داد؟ عزیز من صبر کن ببینم داری چی کار میکنی. حاجی گذاشتی رو اسکیپ مگه؟ نه بابا مگه چقدر میسیمه. آقا به اسم کی بعدی بزنم؟ بزن به رامین. صادق بزن. صادق اسکیپ یا بدون اسکیپ؟ وردی مردی انی منی. وایسا یه چی تو دلم بخورم. آقا حل برو اسکیپ بزن. اسکیپ بزنم. صادق تو دلش اگه چیزو یه دونه هد لجند داد. دمش گرم خدای آفرین. بابا دستخوش. رامین چه شد؟ صادق این وردا توی بلندتر بکن. صادق مثلا بیار با صدا نشونمون بده. ولی کسی نمیدونه به خاطر اینکه صادق میخواست ریا نشه نگفتش. من نمیشه یاد بگیریم. میدونی اثرشو از دست میده. اثرشو از دست میده. از وردا رو باید آرامش. الان نوبت منه. از درون باید بفرستی میدونی؟ نوبت منه ها. بله نوبت منه آقا. یه دونه 60 یوسی تکی میزنی بدون اسکیپ. خب اسکیپش میکنی یه تکی دیگه میزنی. خب بعد اسکیپ رو بر میداری 10 تا میزنی. یه درخواست سنگینی داره. واو اسکیپش مرد اسکیپش 10 تا اسکیپ نه 10 تا نه 10 تایی معمولی. 10 تایی معمولی. بله معمولی چی میده؟ بابا آراشتی گوز کرده به پیغمبر. به قارا این عملیاتای رامینه تا حالا که هیچی نداده. یه دونه چیکن داده. حالیت و آره 10 دونه بزن اسکیپش کن کجش کن لولش کن. داداش تو نباید گوز کنی اینقدر. چیزی که میگم و بگو چشم برات متیک در میاد. آره بابا خراب کردی. من دشتینگ من خراب کردی. خودم میزنم مثل خدا اسکیپ میزنم ولم کن. همون هیدو دوباره دادم کله رو. ای بابا خب ای خدا دمت گرم پابجی. من امشب اومدم برینم تو گرت اوپنینگ. دست دهنه کسب ریکورد روشنه. آره آجی فرض کن ریکورد روشن نمیشه پاره میشم. خب بعدی مثل کی؟ خب یوسی بعدی رو میزنیم بگوشی. یه صادق جونم. صادق جون برو این دفعه رو این چی نرو. این دفعه رو همونجور معمولی برو. نه معمولی صادق دستور میده. آجی هد زرده چه کرای شلام هستن. یعنی با رامین عوضش میکنم هد زرده رو. خیلی بیشوری. چند کار دیگه 6 کار دارم. من این هد زده رو درجه میگیرمش. پوینتش اوکیه ایزیه. چی نداره؟ خب اسم رامین جان یه وردی یه استعداد درونی. داداش میخوام 10 تا
کی پشت سرم تکی بزنی. تکی 10 تا میخوام بری تو دلش. باش 10 تا اسکی. اولی دومی همون دو سر تق چهارمی پنجمی ششمی هفتمی آخری معمولی بزن. هشتمی نهمی حالا که دست خر آخری اسکیپشو بردار. داداش دیگه کلا اصلا رامی ایده‌ای که رامین داره اصلا ریدم شانس. بابا مپ تو عوض کن. داداش تو لیدری. من جمعش مپ تو بی سوا تو لیدری. من لیدر. بابا خب اومدی یکی که لیول کالکشنش 95 رو کردی لیدر میگه که بیا آقای با اسکین پولدار بده صادق 2000 years later بخونی 3 تا میتیک در بیاری. میخوام یه رونالدینویی بزنم اینور میزنی درجه اینجوری میکنی میای اینور اسکیپ روشن میکنی میزنی متیکو لجند داد. بیا رونالدینویی آرش فقط دار بزنه. بابا دست خوش. خوبه. آره دیگه الان خوشحالی لجندری میگیری. خوبه همین. آره 2 تا دیگه بزنه الان لجند کدومو گرفت؟ اسکیل میخوای 2 تا بعدیو بزنی کلا چون که 2 تا دیگه بزن 100% گرفتمش دیگه. پوینتام میرسه. خب بزن بریم واسه بزن ایوجی مامان این ساده. آره اینم رامی هیچی هم ندم مهم نیست آقا. خدا نگوست کن اینو. ای جونم ای جانم بابا دست خوش. نه داداش آقا بیا یه کلکل کنیم. جونم داداش تو سب کن الان بهت میگم چه کلکلی. یه دقیقه سب کن. خدا وکیلی بچه‌ای که دارید ویدیو رو میبینید تو کامنت ها بگید. خب همه گیر دادن به این موزرده. خب همه گیر دادن ولی این آبی آسمونی خداست. غلط کردیم. دانلود داری آرش؟ آره بابا دانلود. آقا زرده ی آبی آسمونی. بچه‌ها تو کامنت ها بگید. نه من که زرده بیشتر دوست دارم. خدایی به همه ستا میاد. نگاه کنید غیر ممکنه زرده رنگ بگیره تو نسبت به این آبی. اصلا در حدش نیست. ببین زرده بهتره یا آبیه؟ آره اینم بگم آبی قدیمی تره رو قبول دارم. آبی قدیمی تره. ولی حالا بریم سر ایوجیه. وقت بچه‌ها میگیریم قربون بچه‌ها برم. بریم آقا دونه به اسم رامین. آرش سوال خوابیدی؟ الان خوابیدی دیگه؟ آره دیگه درازکشم. من سبکم درازکش. ای جانم برو ادامه بده. من اینو کارام میکنم. خب صادق به اولی اسکیپ نو اسکیپ هر چی داری این دست میخوام رو کنی. صادق من ایوجی رو میخوام. داد بزن. فقط بهش فکر کن. یعنی تو ذهن تصورش کن بزن. یا حسین صادق حقوق در نیاد امشب. منم نه بابا من نیستم. بزنم صادق اسکیپ یا نو اسکیپ بگو. دستم داره میلرزه. نو اسکیپ برو. نو اسکیپ زدم. تصورش کنم یه مسرز المرتضی هیچی نمیده. چی نداد صادق ریدم تو اون انرژی که بهم دادی. رامین تو بگو. داداش چشاتو ببند. اصلا کیو بیشتر از همه دوست داری؟ به اون فکر کن. کیو بیشتر از همه دوست داری؟ عشقم وای. خب فکر کن الان پیششی. تو بغلشی. این داره به جای دیگه میرسه. رامین داره به جای دیگه میخواستم. داشت نمیخوام که طرف عقد کنم. داداش نریم تو ببخش غلطم. یه بار دیگه
یه بار دیگه چشاتو ببند. بستم. چیو از همه بیشتر دوست داری؟ برو دیگه. چیزو برو تو خونش. رفتم. لختش نکنی یا خواهیش میکنم لختش نکن. به اونجا نکن. چشاتو باز کن. چشاتو باز رامین باز کردم. رامین جونم به تو خونه خودمونم رامین اشتباه کردی. داداش یه بار دیگه نگاه کارایی که میگم و کارایی که میگم و تایید کن. کارایی که میگم و تایید کن بعد انجام بده. چشاتو ببند. بستم. چشماتو من فقط ببند. میخوام اینو نده بی. کی بیشتر از همه دوست داره؟ عشقم. برو پیشش. برو تو خونش. در خونه رو دست بهش نزنی یا دست بهش نزنی یا دستش نمیزنم. چشاتو باز کن. اسکیپ کن بزن. اسکیپ کنم میزنم. پشمام یه دونه جم داد. پشمام اصلا رامی شوشو دهنم. بابا بنازم. بابا بنازم. الان شانس رامی تو اینجا بیشتر. خودم یه دونه 10 دونه میزنم. یه دونه اسکیپ تنگش نیدش رو داد. پشمام خودم بنازم خودم. تموم شد. صادق جان شما چی میخوای بیبی؟ عادی برو به اسم من. عادی برو یه عادی برو. انرژی دادی دست قبلی الان انرژی رو کشیدم. متریال بیزارسم. صادق خورمونه برم. دست خوش. حالا نوبت منه. رامی دوباره رامی حالا نوبت منه. رامی وردو بگو. چشاتو باز کن الان. باز کردم. چشاتو باز کن. اگه ایوجی تو در بیاری خودم شیرینی اوکی داری پیش من. خب بگو. اوکی. چشات بازه. آره. اونی که دوستش داشتی کنارت نیست. خر شده بودی. خب و بدون هیچ وقت دیگه نمیاد پیشت. خب بدون دیگه نداریش. خب آره کار دارگی رو سختم. بزنم اسکیپ یا نو اسکیپ. یه بار دیگه داداش ریدی. بابا دیر زدی. انرژی رفت. من گریه میکنم. واسه آهنگ میخوام کار دارگی رو سخت خود. موسیقی منو پخش کنم؟ نه کپی نه یه بار دیگه. چشات بازه؟ بازه. چشات بازه؟ اون عشق قبلی دیگه کنارت نیست. دیگه رفت. فکرش نکن. بهش دست نزد یا اصلا دیگه نخوا بزن. اسکیپ بزن. بابا یه بار تو شانست میگیره. خفه شو ببینم. صادق جون بیبی. آرش عزیزم. ایجی هم 100% جدم نیستی در حد. ایجی رو داری میبینی. آره ایجی دارم میبینم. خب دست بکش روش. دست بکش روش گرم قشنگی نیست. نه تو معرفی. خب دارم دست بکشم. اسکیپو فعال کن. اسکیپ اون تیکشو بزن. با سر دماغ 10 تایی بزن. داداش این خوابیده بخواد سر دماغشو نشون بده یه چیز دیگه‌اش میزنه بیرون. اسکوپ شیششو داد. اوکی. داداش چیش اوکی ریدم توی سر اسکوپشی تو خودشو نداشته باشه. اسکوپشی موقعی تو باسنه. نه میگیرم بچه. امید داشته باشی. میگیرم. بعدی بگو. حیف که ساعت 2 شب داری ویدیو رو ضبط میکنه. اگر صبح بود یا ظهر بود من صدای نچرال خودم رو اجرا میکردم. بابا صدای نچرال رو بذار کنار. ببین با ذکر یاهی داشت بله کبیر اسکوپ 2 میگیریم. برو ببینم پیکم هست اصلا. آره من ریدم تو این زندگی. خب بازم جونم آرش جان انرژی بده. یه شیک بزن واسم تو لابی. نه از بازی ببند کلا بیا تو لابی. میخوام صحبت کنیم. تیکه تو فعال کن. میخوام شیک بزنیم باشی. میخوام لخت بشی. من مفو عوض کنم واسه لخت شدم. آره لخت شد. همه لخت شید. تو صادق لیدره. صادق لخت شد.
چرا نه نگاه من صادق لیدری بود من بیاد صادق میشه دخترشی کاراکترتو دختر کنی صادق پسره صادق دختره یک دختری بکنم اوکی خوبه جا رایت کن شمولی تو باید داره ساکت برو بریم بیا بیا بری کلا بستر آرش برو صفحه اوجی آرش برو صفحه اوجی خب رفتن برو اسکی فعال زدم مولوتوفو داد پشمان باحال برگرد رو صفحه چی برگرد لابی برگردم لابی آخو بکنید آخو مادر بچه نکن قرآن نگاه سلاخونه است اینجا خب بعدی برو بسا آجی برو بدون اسکیپ دادایی باشی چشم بیا آره بزن جم که میده 100% لاکش بود خب ایوجی دیگه 100% همون گرفت اشتالا 2 تا جم بر محمد صلوات 2 تا دیگه اسکیپ داریم میتونم بزنم نگاه کن رامی سر ایوجی که بعدا باید دوباره بهم بزنم خب 2 تا کار میتونیم بکنیم متیک فورج این کی 3 تا متیک فورج هم بگیرم بواسی 2 تا جم میخوام بیام 5 تا اسکیپ سر اونو میکنم هر جور نظرت عزیزم این بچه‌هایی که ویدیو رو لایک میکنن هیچی نداد این به اسم بچه‌ای که ویدیو رو لایک نمیکنن واسه این به اسم لایک نمیکنن بچه‌ای که لایک نمیکنن کسایی که هیت میدن دمشون گرم مرسی که هیت میدید دمشون گرم هیت میدن کسایی که کسایی باشو بعدی کسایی که به خاطر باسن آرش دارن ویدیو رو نگاه میکنن این خوبه این با 2 تا جنبه کسایی که بدی حساب کن خب نه کسایی که اینو گوش کن کسایی که دوست دارن آرش ویدیو بعدی لخت بخوابه و ضبط کنه ویدیو رو براتون بزن مگه میشه ولی اوکی آره میشه داداش چرا نشه هیچی نداد چه واقعا هیچی نداد و اینم بهتون بگم این ویدیو به طور قطع بن میخوره چون همه جور اتفاقات ناخوشایند و این 800 آرش به چور سگ میره و فقط اومده خدای 800 پربرکتی بود بچه جدی پربرکت بود آره دیگه تبلیغم حالا نمی کنیم که از کجا ما یوسی ها رو تهیه کردیم رام گیم شاپ تلگرامه بزنید رام گیم بیایید یوسی ارزون سریع سرعتی اصلا یه دقیقه نمیشه رایگان اینستاگرام رایگان یوتیوبش رایگان یوسی های تلگرامش رایگان 5 سال سابقه کار خدا صادق کاور همه چه داره آقا امتحانش مجانیه بچه‌ها تلگرام رام گیم پابجی امتحانش مجانیه علی از همه جا گرونتر میگه برید نگاه کنه اگر گرونتر بود امو ویکتور رو میکنم تو خون آرش بابا به من چه رفتی داره الان این وسط من چی کارم آقا این ایوجی ویدیو رو داری ضبط میکنه آن باکس و این ایوجی جدیده رو خدا یک کانتا ایوجی دست خوش بسن منو ببین ست مکس 3 تا نگاه به قربان این موآبیه رو بچه ها برآمد اصلا خدای من خدای قشنگ شد دست خوش مبارک دست خوش لول 2 هم که نمیتونم بکنم وقت نداری نه؟ یه دونه متی که گرفتیم کلا گرفتیم آره الان مثل 2 تا میلیمتر هم میتونم بگیرم لول 2ش میتونم حالا میگم دوباره من باید سر این یوسی بزنم خدای این ایوجی حقش مکس بشه دوباره از رام گیم شاپ مکس بله از طریق رام گیم شاپ مکس بشه جای دیگه بخواد مکس بشه که ارزشی نداره بله برکت نمیدید
بله رام گیم شبکه میاد اسپانسر بشه برکت اون میشه. آره نمیشه آقا بچه‌ها اگه این ویدیو بالای 5k ویو گرفت رامین با اسپانسر هم بشه. 8k اگه این ویدیو بالای 5k ویدیو گرفت ویدیو بعدی به قید قرعه 325 یوسی واسه تو قرعه کشی میکنن. اوکی آقا قبول. آقا قبول. کامنتا آقا قبول. آقا من این کارو انجام میدم. چشم. با بچه‌ها حالا خداحافظی کنیم. وقتی ویدیوام زیاد رفت گرفته شد رفتیم داداش لخ شدی میخوای خداحافظی کنی؟ نمیشه که لخ شدی خداحافظی کنی. صدایی که گرفت آجی این ست خوش داداش منظور من چیز دیگه بود. حالا که لخ شدی کلیپو چند بار ببین. آره این کلیپو حالا که لخ شدی آره حالا که لخ شدی داداش نه ست بپوشی. بذار صادق کارشو بکنه با ویکتورش بعد بیاد. آقا صادق علی بچه‌ها خیلی زحمت کشید آقا رامین لایک کامنت سیو شیر نمیدونم سابسکرایب کنید بچه‌ها لخ میشه بچه‌ها قول میدم اگر برسه به 1 سابسکرایب ویدیو بعدش لخ میشه فالوش کنید تا سابش کنید لخ شه لختشو ببینید پشماتون میریزه. اوکی بچه این میخواد لخت منو ببینه. بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا ویدیو ما رو همراهی کردین. دم رامین و صادق هم گرم که سرشون کاملا شلوغه. چنل یوتیوب خودشون همینجوری فعالیت دارن میکنن. خیلی ویدیوهای خفنی میذارن. حالا این بالا این ور میذارن چون من نمیتونم لینک بذارم بعدا ان شاءالله میذارم. دم همتون گرم. اگه از این سبک ویدیو خیلی خوشتون میاد که ریدم الان صحبت کردم فارسی تموم شد. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما ما رو سابسکرایب کنید. خوشحال میشم که زنگوله هم بزنید که جزء اولین نفرایی باشین که وقتی ویدیو میذارم مطلع بشین. و اینم دنس یاد میزنه یا علی بدر.